قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما با نزول این قرآن از سوی خویش بهترین داستانها را که پیشتر از آنها آگاهی نداشتی برایت بازگو می کنیم. قصه های قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. شما عزیزان چطورین؟ انشاءالله با عباداتتون و با طاعت و نزدیکیتون به خدای یکتا زندگی پرشور و با سعادت و خوبی رو داشته باشین. همیشه در زندگیتون موفق و شادکام و پیروز باشید. با قصه حضرت یوسف علیه السلام بودیم. قصه ای که قرآن کریم در یک سوره کامل تفاصیل اون رو واسه ما آورده. در این قصه با هم جزئی از قصه رو داشتیم که چطور حضرت یوسف خوابی رو دید و اون خواب رو برای پدرش تعریف کرد. پدرش دونست که این خواب اشاره است به این که حضرت یوسف پیامبر بعد از اون خواهد بود و به یوسف سفارش کرد که این خوابت رو نبادا برای کسی تعریف کنی. و برادران یوسف از محبت و عشق و علاقه‌ای که پدر به پسر خودش داشت حسودیشون شد و یوسف رو گرفتن و انداختن تو چاه. کاروانی اومد یوسف رو از اونجا در آورد و به عنوان یک برده در مصر فروخت. عزیز مصر اون رو خرید و یوسف در خونه عزیز مصر پرورش یافت تا اینکه بزرگ شد و جوونی شد. زن عزیز مصر به یوسف چشم بد داشت و میخواست که از یوسف کامجویی کنه، اما خداوند متعال یوسف رو از این رذیلت و پستی نجات داد و در نهایت یوسف رو به زندان انداختند. بعد از اون در زندان افرادی که همراه یوسف بودن خوابی رو دیدن. حضرت یوسف اون رو تعبیر کرد. یکیشون از اون دو کسی که خواب دیده بودند شد ساقی پادشاه و بعدها پادشاه خوابی رو دید و تعبیرش رو خواست. این ساقی گفت که کسی در زندان هست همچنین شخصی و میتونه تعبیر خواب شما رو تعبیر کنه. حضرت یوسف خواب پادشاه رو تعبیر کرد که در مصر پیش روشون 7 سال خشکی هست. بعد از 7 سال شما این 7 سال اولی که دارید این رو خوب بکارید و ذخیره کنید تا در 7 سال خشکسالی اون رو بتونید ازش استفاده کنید. پادشاه هم با شنیدن این حرف دونست که کسی که میتونه این کار رو انجام بده یوسف رو بعد از اینکه تبرئه شد و زنهای اشرافی اعتراف کردند که یوسف گناهکار نبوده و گناه از اونها بوده، حضرت یوسف تبرئه شد و اومد و شد عزیز مصر، صاحب خزانه مصر، شخصیت دوم یا مدیر اجرایی در کشور مصر و پادشاه به عنوان یک سمبولیک در بالا بود و همه کارا دست حضرت یوسف بود. حضرت یوسف هم با یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق کشتار بسیار بزرگی رو راه انداخت. گندم کاری کردن همه مصر رو و این گندمی رو که به اصطلاح محصولی رو که جمع می‌کردن اینا رو تو سیلوهای بزرگ انبار می‌کردن برای 7 سال خشکسالی که پیش رو داشتن. خشکسالی اومد و همه جا خشک شد و قحطی همه جا رو فرا گرفت و غذایی که داشتن در انبارها این رو جیره بندی کردند و به افرادی که می اومدن حتی از کشورهای دور و نزدیک مصر که در این مصیبت شریک بودن همه جا خبر رسید که عزیز مصر، رئیس مصر با کرم و سخاوت خودش به مردم
غذا میده و به هر کسی یک بار شتر آذوقه میده تا گذران زندگیشون رو بکنن تا این مدت قحط که 7 سال هست تموم بشه. خبر هم به فلسطین رسید و به خانواده یعقوب و بچه های یعقوبی که جگرگوشه‌اش یوسف رو گم کرده بود و داغدار بود. از اون حادثه گم شدن یوسف الان 30 و اندی سال میگذشت. برادران یوسف هم پولی چیزی که داشتن با خودشون گرفتن، اومدن به مصر برای تهیه آذوقه. وقتی که وارد مصر شدن و یوسف که همه این برنامه تقسیم آذوقه رو رهبری میکرد، اونها رو دید، اونها رو شناخت. اما اونا یوسف رو نشناختن، چرا که یوسف از اون زمان 30 سال گذشته بود، تغییر کرده بود. اون وقتا پسر بچه‌ای بود، الان جوان بزرگی شده. این بود که اومدند و آذوقه تهیه کنند. حضرت یوسف اونها رو که شناخت، ازشون پرسید که شما کی هستید؟ چرا به سرزمین من اومدید؟ گفتند که ما فرزندان یعقوب علیه السلام هستیم، اومدیم اینجا برای تهیه آذوقه، وضعمون خیلی خرابه، کشور همش قحط سالیه، بیچاره ایم فلان. حضرت یوسف بهشون گفت نه، مثل اینکه شما شاید جاسوس باشید، نکنه جاسوس هستید؟ نه، قسم خوردن که ما آدمای خوبی هستیم، هیچ مشکلی نداریم فلان. گفت که نه، باید شما خودتون رو بیشتر معرفی کنید. گفتن بله، ما فرزندان یعقوب هستیم، یه برادر دیگه هم داریم. خب برادر دیگه‌تون کو؟ گفتن پدرمون نگذاشت با خودمون بیاریم. چرا نگذاشت با خودتون بیارید؟ گفتن که بله، یه پسر داشت پدرم، برادر همین برادری که الان پیش پدرمون هست، اون دوتا با از یه مادر بودن، اون پسره مرد، بعد پدرم خیلی به اون شوق و علاقه داشت، اینه که این بچه دیگه رو خیلی خوب نگه میداره، نمیذاره جایی بره که به اصطلاح یاد بوده اون برادر قدیمش هست که مرده. خب من باورم نمیشه که شما راست بگید، دفعه بعد شما اینجا هیچ آذوقه‌ای ندارید مگر اون که اون برادری که دارید ادعا میکنید اون هم با خودتون بیارید تا ثابت بشه که شما جاسوس نیستید. گفتن گونو باشه، سعی میکنیم، پدرمون زائد نمیشه. گفتن به هر حال میل خودتون، بار دیگه اینجا چیزی برای شما نیست، این دفعه به شما میدیم. و به هر حال اینها برگشتند پیش پدرشون و سعی کردند که به پدر را قانع کنند که پسر رو بفرسته و گفت که هیچ آذوقه‌ای به ما نخواهند داد. با هزار زحمت تونستند به آخره یعقوب رو قانع کنند و بار دیگه برگردند برای تهیه آذوقه. وقتی که اومدن اینجا، یوسف برادرش رو شناخت و کنار گرفت و گفت که من یوسفم، اما حواست باشه به کسی نگی. و آذوقه هم بهشون دادن و در عین این که باراشون رو میبستن به سربازانش گفت که این کیلی که هست، اون چیزی که بسیار آذوقه رو باشه میزان میکردن و یک کیل بسیار مهمی بود برای پادشاه، این رو بذارید توی بار برادر یوسف که بنیامین غالبا نامش بود. این رو گذاشتن تو اون و بعد اینا حرکت کردن. جارچیان داد زدن که های فلسطینی ها شما دزدید. اینا اومدن که چه دارید میگید و از خودشون دفاع کردن. گفت نه، کیل سواء ملک گم شده، پادشاه این کیلش گم شده، باید بگردیم. گفتن که بگردید، اما گفتن اگر با شماست. گفتن نه، ما برای دزدی نمودیم، ما برای بیچاره ایم. چی؟ گفتن خب اگه نزد شما پیدا شد با دزد چی کنیم؟ گفتن که هیچی دیگه، قانون ما اینه که هر کسی از کسی دزدید، اون دزد به بردگی گرفته میشه. کسی که ازش چیز دزدیده شده باید دزد واسه خودش برده بگیره. باراشون رو باز کردن و اون دیوانه توی خورجین برادر یوسف در اومد و یوسف اون رو گرفت پیش خودش. برادرها اومدن که نه، بیایید یکی دیگه از ما رو بگیرید، این پدرش خیلی به ما قسم ها داده و فلان. گفتن نه، ما به کسی ظلم نمی کنیم. و بدین صورت برادرای یوسف بازگشتن پیش پدر و یکی از برادر دیگرشون رو از دست دادند. پدر حرفشون رو قبول نکرد و بار دیگه اینها رو فرستاد که برید و سعی کنید که برادرتون رو پیدا کنید، یوسف رو پیدا کنید. اینا وقتی اومدن اینجا شکسته، اومدن پیش عزیز مصر، پیش حضرت یوسف و گفتن که ما بیچاره ایم، پدرمون اینه، وضعمون اینه، به ما رحم کن. اینجا بود که حضرت یوسف بهشون گفت که یادتون هست با یوسف چه کردید وقتی که شما جاهل و نادون بودید؟ اینجا بود که وحشت کردن. حکایت یوسف رو کسی ازش اطلاع نداره، این چطور میفهمه؟ گفتن که پس تو یوسف؟ گفت بله، من یوسفم و این هم بنیامین برادرمه.
اینها اومدن معذرت خواهی کردند و یوسف ازشون درگذشت و بهشون گفت که این پیراهن منو ببرید و چشای پدرم روشن میشه، بینا میشه و خودتون و خانواده‌هاتون همه رو بردارید بیایید مصر. اینا رفتند و پیراهن تا به اونجا رسید. حضرت یعقوب میگفت که من بوی یوسف رو میبینم، مردم بهش میگن تو دیوونه خرفت شدی نمیفهمی هنوز یوسفته. تا اینکه پیراهن آوردند انداختند تو صورت یعقوب بینا شد و همه از اونجا حرکت کردند، همه اومدند به مصر و اینجا حضرت یوسف ازشون استقبال کرد، پدر و مادرش رو گذاشت کنار خودش رو عرش و همه به رسم احترامی که در اون زمان رایج بود سجده کردند به حضرت یوسف و حضرت یوسف به پدرش رو کرد و گفت که ببین بابا، این همون تفسیر خوابی بود که من دیدم، همون خوابی که دیده بودم الان تحقق پیدا کرد. حالا بریم با هم قرآن رو باز کنیم و این ماجرا رو سریع توی قرآن با هم ورق بزنیم. قصص الأوائل عبرة وبيان. در جلسه پیش ما قصه حضرت یوسف رو در سوره یوسف با هم داشتیم تا آیه 57 رسیدیم. از آیه 57 به بعد حکایت برادران یوسف که بار دیگه برگشتند به مصر و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون، که برادرای یوسف اومدند اونا رو شناخت در حالی که اونا اون رو نشناختند و آذوقه گرفتند و بهشون دستور داده شد که دفعه بعد وقتی میایید برادر دیگه‌تون رو هم با خودتون بیارید و الا آذوقه ندارید. اینا برگشتند پدرشون رو قانع کردند و پدر با عهدها و پیمانها از اونها گرفت تا اجازه بده اینا بیان باش. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم. به شما اجازه نمیدم بچه‌مو با خودتون ببرید مگر اینکه شما عهد و پیمان قوی به من بدید که حتما اون رو با خودتون برمیگردونید، مگر اینکه یک بلایی سر همتون بیاد، همتون اگر مردید و رفتید یک بلایی اومد اون حرف دیگه، اما اینی که شما خودتون برگردید و بچه من رو ضایع کنید این رو هرگز قبول نمی کنم. و بعد بهشون توصیه کرد وقتی وارد شهر میشید از درهای مختلف برید تا سرتون شک نکنن که شما جاسوس هستید یا اینکه کسی شما رو چشم نکنه. خیلی آدمای زیبارو و قوی و نیرومندی بودن. خب 11 تا برادر که با هم میرن مثل یک لشکرن با خودشون. و یوسف اومد و ازشون استقبال کرد و برادرش رو شناخت و بهش گفت که تو برادر من هستی و من یوسف. و بعد هم سوا الملک اون لیوان رو گذاشتن تو بارشون و اونا خواستن برند، جارت زدن که شما دزد هستید و لیوان از بار برادر یوسف بیرون اومد و یوسف اون رو به بردگی گرفت. وقتی که برای اونا به هر حال ظاهر شد که برادر یوسف دزدی کرده، چون این نقشه بود که حضرت یوسف کشیده بود، قالوا این یسرق فقط سرق اخ له من قبل. هنوز اون مکروه تو دلاشون بود، گفتن که والا اگه این دزدی بکنه خب برادری هم داشته، اون برادری که مرد اونم دزد بودا. یعنی ما این کاره نیستیم، این به هر حال اینا خود اینو برادرش همشون دزدن. یوسف این رو که شنید هیچ به روی خودش نآورد. فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. تو دلش گرفت اما هیچ به روی خودش نآورد و تو دلش گفت قال انتم شر مکان والله اعلم بما تصفون. شما خیلی آدمای بدجنسی هستید و خدا میدونه که هر چی که میگید دروغه. اینو بهشون تو دل خودش گفت و به اونا نگفت و شروع کردن به فریاد و زاری که ای عزیز مصر از ما درگذر، به هر حال این اشتباهی کرده، حالا که پدرش اونجا از ما عهد و پیمان ها گرفته، حالا که یک اشتباهی صورت، خب یکی از ما رو بگیر. گفتن نه، ما به کسی ظلم نمی کنیم، اون کسی که اشتباه ازش سرش زده اون رو میگیریم. و برادرها برگشتن و پیش پدرشون قسم ها خوردن که برادرمون دزدی کرده، حالا اگر قبول نداری برو از مصری ها بپرس، قبول نداری از این کاروانی که ما همراهش بودیم از اینا بپرس. و پدر حرفشون رو قبول نکرد و گفت برگردید و پسرم رو بیارید، یوسف رو بیارید. برادر بزرگشون هم که دیگه قول گفته بود من از مصر تکون نمیخورم
تا پدرم اجازه بده. اون برادر سومشون هم مونده بود، گفت اون هم با خودتون بیارین. و بدین صورت ماجرا ادامه پیدا میکنه و اینا بر میگردند و یوسف اینها رو استقبال میکنه و بهشون میگه وقتی اومدن پیش یوسف که به ما رحم کن، برادرمون رو رها کن، ما بیچاره این پدرمون اونجا، همه این ماجرا رو واسش تعریف کردند و گریه و زاری کردند. یوسف بهشون گفت قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، یادتون است با یوسف و برادرش چه کار کردید وقتی که شما جاهلید یا جاهل بودید. و اینجا بود که فهمیدن که این یوسفه. قالوا انک لانت یوسف، تو یوسفی؟ قال نعم انا یوسف و هذا اخی، بله من یوسفم و این برادرمه. خداوند بر ما منت نهاده و کسی که صبر پیشه کنه و تقوا و پرهیزکاری پیشه کنه خداوند اجرشو ضایع نمیکنه. قالوا تالله لقد آثرك الله علینا و ان كنا لخاطئین، ای وا خدایا، خدا تو رو بر ما برتری داده و ما اشتباه کردیم، از ما درگذر. حضرت یوسف بهشون گفت قال لا تثریب علیکم الیوم، اشکالی نداره، خدا از شما بگذره. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خداوند شما رو میبخشه و خداوند ارحم الراحمین است. بیایید این لباس منو بگیرید و بندازید رو صورت پدرم بینا میشه، خودتون و بچه‌هاتون و زن و فامیلتون همه رو بردارید بیایید به مصر. اینا هم که اومدن ازشون استقبال کرد و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا، پدر مادرشو روی عرش قرار داد، همه براش سجده احترام کردن. اینجا بود که یوسف رو کرد به پدرش و قال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، بابا جان این همون تعبیر خواب منه که خداوند اون رو حق کرد و اون رو به وقوع پیوست و من رو به من منت نهاد و من رو از زندان بیرون کرد و این همه بلاها که برادرام بین من و برادرام دشمنی انداخته بود شیطان، همه اینها رو برداشت و ما شدیم باری دیگه با هم. و دعا کرد و خداوند متعال به ما میگه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این حکایت هایی است که شما ازش اطلاع نداشتید، ما اینها رو برای شما نقل میکنیم. و به پیامبرش میگه که و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، بیشتر مردم هرچه شما سعی کنید بیشتر مردمان هستند که ایمان نمیارن. و در آخر این سوره خداوند متعال به ما میگه که لقد كان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، در قصه های اینها، قصه های پیامبران، قصه های پیشینیان و قصه هایی که قرآن واسه شما تعریف میکنه، این قصه های واقعی عبرت هاست و درس هاست برای اهل ایمان و برای عاقلان. و این قصه ما رو دعوت میکنه که درس بگیریم ازش و عاقل باشیم و این درس ها رو در زندگیمون ازش استفاده کنیم. درس بگیریم از یوسف و یعقوب که خداوند متقیان و پرهیزکاران رو ضایع نمیکنه و درس بگیریم که چطور صبر داشته باشیم، چطور بردباری داشته باشیم، چطور ایمانمون رو ازش استفاده کنیم و با خدا باشیم. همه این درس ها رو ما از حضرت یوسف و حضرت یعقوب میگیریم و یاد میگیریم که اونهایی که با خدا در میافتند، اونهایی که مکر و حیله دارند، اون کینه‌توزان، حسودان، نهایتشون هم همون نهایت برادران یوسف رسوا میشن، حقیقتشون برملا میشه، خورشید تا ابد پشت ابرها باقی نمیمونه و حقیقت ها روزی رو میشه و افراد مکار و حیله‌گر رسوا میشن و این قصه همه این ماجراها رو به ما متذکر شده و جا داره که ما ازشون استفاده کنیم. قصص الأوائل عبرة وبيان. قصه حضرت یوسف و برادرانش سرشار از درسها و اندرزه هاست و قرآن کریم اون رو عبرتی قرار داده واسه ما و ما رو تشویق کرده که از این قصه درسها برگیریم. در این قصه ما حضرت یوسف رو داریم که با صبر و شکیباییش
چطور اومد و رسید به قدرت در مصر. برادران اومدند، بیچارند، نادارند و در نهایت هم رسوا شدند، چهرهشون برملا شد، حقیقت روشن شد و حضرت یوسف اونها رو در دست داره. میتونه با یک اشاره به یکی از فرماندهان لشکرش همه اینها رو گردن بزنه، اما اینا اومدن معذرت میخوان. یوسف قدرتمند، این برادرانی که دیروز با اون ذلت و خواری ایشون رو تو چاه انداختند و اون جنایت رو در حق ایشون داشتن، از اونها میگذره. درسی است برای همه ما که وقتی که کسی در حق ما اشتباهی کرد، هرچند این اشتباه بزرگ باشه، اومد معذرت خواهی کرد و به حقیقتش برملا شد و رسوا شد، ما دیگه ازش در بگذریم. یوسف به ما این درس رو میده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم این درس رو به ما در فتح مکه دادند، وقتی این قریشیانی که چه جنایت ها در حق پیامبر و دین و صحابه کرده بودند، وقتی اومدن و گفتند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ازشون پرسیدند که فکر میکنید من با شما چه خواهم کرد، اونها هم گفتند که اخون کریم و ابن اخ کبیریم. پیامبر خدا همون جمله حضرت یوسف رو برای اونها تکرار کردند، لا تثریب علیکم اليوم. هیچ ملامتی و هیچ بازخواستی و مجازاتی واسه شما نیست، برید که من شما رو بخشیدم و از خداوند هم میخوام که از شما در بگذره. یک درس دیگه ای که ما در اینجا میبینیم اینه که باید احتیاط رو رعایت کنیم، توکل بر خدا داشته باشیم و در عین حال احتیاط رو رعایت کنیم. این رو از حضرت یعقوب علیه السلام آموختیم وقتی که بچه‌هاشو فرستاد به مصر، توصیهشون کرد که بچه‌ها از یک در وارد نشید. شما 11 نفر افراد زیبارو و قدرتمند وقتی که از یک در وارد میشید، احتمال داره که رو شما شک کنن که شما جاسوسید، احتمال داره که کسی شما رو چشم کنه. همه اینها احتمالات هست و بهتر اینه که بر خدا توکل کنید و با وجود توکلتون بر خدا از درها و راههای مختلف وارد بشید. و این رو ما هم در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتیم، وقتی که اون صحابی اومد شترشو جلوی مسجد رها کرد و اومد داخل مسجد. پیامبر خدا ازشون پرسیدن که شترت کو؟ گفت رهاش کردن، توکل کردن بر خدا. گفتن نه، اعقلها و توکل، شترتو ببند بعد توکل کن بر خدا. پس اسباب و مسببات رو ما رعایت میکنیم و در عین حال توکل میکنیم بر خدای منان و خداوند ما رو ضایع نخواهد کرد، چرا که همونطور که حضرت یعقوب میفرمایند ان الحکم الا لله، حکم و دستور همش از آن خداست و علیه توکلت، من بر خدا توکل کرده ام و علیه فلیتوکل المتوکلون، و متوکلان هم همه مؤمنان هم باید بر خداشون توکل داشته باشند. نقطه بسیار مهمی که در این قصه ما باز داریم وقتی است که حضرت یوسف دنیا رو در خطر میبینه. 7 سال بعد قحط سالی میاد و برای اون وقت باید آمادگی بگیریم. الان کی این قدرت رو داره؟ کی این کارایی رو داره؟ کی میتونه این کار رو بکنه؟ من یوسف این کار رو میتونم بکنم، از من برمیاد. این بود که خودش گفت که اجعلنی علی خزائن الارض، به پادشاه گفت که من رو وزیر قرار بده، من رو رئیس قرار بده و مسئول خزینه قرار بده تا من با این مشکل برخورد کنم و راه حلی پیدا کنم. این به ما درسی میده که در اصل نباید انسان یک جاه و منصبی رو برای خودش طلب کنه. حضرت ابو موسی اشعری با 2 شخص از یمنی ها اومدن نزد پیامبر. این 2 شخص گفتن، یکیشون گفت یا رسول الله منو مسئولی قرار بده، اون دیگه گفت به من هم یک منصبی، یک ریاستی بده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که نه، ما این مناصب و قدرت رو به کسی که بخواد نمیدیم. کسی که شایستگی داشته باشه رو ما انتخاب میکنیم و در یک منصب و قدرتی قرار میدیم. و این شایسته نیست که مؤمن بیاد خودش رو بگه، تعریف کنه که من چنینم و من چنانم. خداوند متعال به ما گفت ولا تزکوا انفسکم، خودتون رو تعریف نکنید و قیافه نگیرید. اما اگر یه وقتی احساس شد
که انسان میتونه اگر در یک موقعیتی قرار گرفت، در یک منصبی قرار گرفت، یک مصلحت شرعی رو به وجود بیاره یا خدمت کنه. یک مشکلی است برای مسلمان ها و جامعه در حال بروز هست و اون کسیه که میتونه چطور اون مشکل رو برطرف کنه. اون کسیه که میتونه چطور یک مصلحت بزرگی رو واسه مسلمان ها، واسه جامعهش تأمین کنه. اینجاست که میتونه خودش رو کاندید کنه و بگه که من اگر در این منصب قرار بگیرم، من این شایستگی و این جدارت و این کارایی رو دارم که بتونم این خدمت رو به جامعه عرضه کنم، بتونم این مشکل رو از مسلمان ها و از جامعه برطرف کنم و این چنین خدماتی رو مهیا کنم. در غیر این صورت خود رو به مهلک انداختن و خود رو تزکیه کردن و تعریف و تمجید کردن شایسته یک مسلمون نیست. و نقطه دیگه ای هم اینجا داریم که حضرت یعقوب هرگز ناامید نشد. پسرش 30 ساله که گمه، هیچ خبری ازش نیست، باز هم به رحمت الهی امیدواره. پسر دومش گم شد، باز هم امیدواره. پسر سومش رفت و نیومد، باز هم امیدواره و به بچه‌هاش میگه که امیدتون رو از خدا از دست ندید. در هر مشکلی که هستید، در هر مصیبتی که هستیم، باید امیدمون به خدا باشه و خدامون رو فراموش نکنیم. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. همونطور که حضرت یعقوب فرمودند که ناامید نمیشه از رحمت الهی مگر کافرانند که از رحمت الهی ناامید میشن و دست به خودکشی میزنن، اما مؤمن هرگز از رحمت الهی ناامید نمیشه. واسه همینه که امکان نداره مؤمن دست به خودکشی بزنه و خودش رو هلاک کنه مگر اینکه کافری باشه یا اینکه در فضایی از کفر به سر ببره و از رحمت الهی ناامید بشه. نقطه بسیار مهمی که ما از حضرت یعقوب و حضرت یوسف برداشت میکنیم صبر این دو پیامبر است. حضرت یوسف چه صبری داشت و چه بلاهایی سرش اومد، چه امتحانهایی رو گذرون. از خونه پدر، از آغوش پدر، در بین مشت و لگدهای برادران و در چاه تاریک و از اونجا در دلو به سوی بردگی مسیر رو طی کرد و برده شد، در خانه عزیز خدمتگزار شد. بعد از اون رفت به فتنه زنها، در دام زنها افتاد، خداوند اون رو نجات داد. از اونجا رفت به سلولهای تاریک زندان و در نهایت شد عزیز مصر. این همه صبر و تلاش، در همه این امتحانها هیچ یکی از این امتحانها نتونست کمر اون رو بشکنه و اون رو از رحمت الهی ناامید کنه، بلکه در همه این فضا ایمان، سرشار از ایمان و خوبی و سعادت و امید به آینده و به خدایش بود. حضرت یعقوب هم همچنین پسرش رو از دست داد، پسری که آیندهش بود، پسری که میراث نبوتش بود. بعد از اون همه این سالهای اندوه رو سپری کرد و ناامید نشد از اینکه پسرش رو به دست بیاره. در نهایت پسر نیومد، هیچ پسر دوم رو ضایع کرد، این هم گم شد و اثری ازش نبود. باز هم یعقوب به فرزندانش میگه برید دنبال یوسف و برادرش بگردید و امید یعقوب به خداش هست. این صبر، این تقوا، این پرهیزگاری، این ایمان نتیجه هم داد. نتیجهش هم این بود که یوسف شد عزیز مصر و یعقوب و همه خانوادهش به اون پیوستن. نتیجهش این شد که اونهایی که به این خانواده ظلم کرده بودند، اون برادرایی که به یوسف خیانت کرده بودند، به پدرش خیانت کرده بودند، اونها رسوا شدند و حقیقتشون برملا شد و حضرت یوسف از اونها درگذشت و از خداوند برای اونها مغفرت خواست. این بزرگی یوسف بود، این صبر و ثبات و پایداری یوسف و یعقوب بود که همچنین نتیجه ای داد و خداوند از همه اونها درگذشت. و ما هم این درس ها رو جلوی روی خودمون باید قرار بدیم و گام به گام در مسیر یوسف و یعقوب به پیش بریم و اونهایی که در مسیر برادران یوسف هستند اونها رو گوشزد کنیم و به راه راست
هدایت کنیم و تا دیدار دیگه همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان ما كان يوما من حديث يفترى جل الذي قد أنزل